وطن بودن برایم گرچه مشکل می شود. باید گفت رفتی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من در ناحیه خراسان نشان داد که داوطلبان نوابسته از سن و سال، اختصاص و قوم و ملت میخواهند اشتراکچی آزمون باشند و هنر بالای خویش را پیشکش ساکنان ناحیه و اهل نشست گردانند. شرکت کردن و با یک مهارت بلند نزد اعضای حکمان هنر والای خود را نشان دادند. خود شهادت از آن میدهد که مردم ناحیه خراسان فرهنگ دوست و هنرمندند و با تیاری خوب به آزمون مذکور حاضر گشتند. شهری ما را کرده زیبا پرچمت، من بینم وطن در طول 3 سال می شود که در این آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من شرکت ورزیده و امروز باشد با استاد خود خیلی استاد مهربان هستند. خلاف بری خان در این آزمون شرکت ورزیده، از دور منطقه‌ای به دور ناحیوی راحت یافتم و امیدوارم که از این دور از دور ناحیوی به دور ولایتی راحت یابم و هنر تاجیک را در عرصه بین المللی یا به جهان معرفی نمایم. مورد به ذکر است که چنین آزمون‌ها برای اخلاصمندان صوت و نوای ولایت یا عموما کشور یک امکانیت خوبی را فراهم آورده است تا اینکه هنر و ملکه خویش را صیقل داده به ساکنان صلح‌های دیار و جهانیان معرفی کنند. با گفته مسئولین با تشکیل و گذراندن چنین آزمون‌ها دریافت استعدادهای نوی ساحه صنعت از احتمال دور نیست، زیرا برگزاری آزمون مذکور خود گوینده آن است که چقدر هنرمندان از تمام گوشه و کنار برای شرکت در این آزمون حاضر می‌گردند. واقعا آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من امروزها در سرتاسر کشور برگزار گشته ایستاده است و بهترین استعدادها از جانب داوران انتخاب گشته و به دور دیگری آزمون را خط گرفته در دورهای بعدی مغلوب نگردند. خوری و شوق جگر خواهر چلانی هرگز نخلیده و کفی پای تو خوری آزردگی سینه افغان